جای ما در فکر میکنم لبه مردی نمیبود هم بعد یک هم دو هم دو جوابش میداد ما چی اجازه شریعت چی اجازه مثل آدمگاری مثل دولتبک سید معروف 25 ساله شوهر زنی جوانی که میخواست خودکشی کند میگوید همان روز از دانشگاه دولتی کلاب به والدان او زنگ زدند. همجا نمره پدر مادر خطاب تی مسئولیت او ما سر ملاقات سوقیت کردگیم هم چیزورا. به قول دولتبک سید معروف شام 18 نوامبر خوشنوده فیضلی او را در حالت بیماری پرتافته بدون اجازت از خانه رفته است. از همان روز دولتبک میگوید دیگر او را ندید. مقصد خیلی اومدم گفتن دولت خیلی مثال نه ترسیم مثال زند نیست هیچ در خبر درکش نیفتیم که جو برآمده دیگه ما رفتم که توکلش به خدا که جای هضم ما برای خود مثال ناراحت مثال بسیار خسته و افگارم دیگه با جان شما دوست میدارم. خوشنوده میگفت که همسرش را دوست می‌دارد، اما به قول دولتبک سید معروف از روز اول نکاح بینشان نافهمی بود. او چی میکرد گریه میکرد که من چی میکنم مقصد از اینا کردن نمیخوام حالا که مثال ما را نچشمی بعد داشتم من مثال چی قمی خوشت مثال نوازش میکردم و دوستوری میکردم من مثال زنی ما همسری ما. خوشنوده میگفت دولتبک از او تقاضا میکرد به زن دوم گرفتن او سازش کند. باید زن شوهرش باید زن بوده او زن جنتی میشه هم خیلی ایگه پره شوهر میگه هم خیلی گپره. همچنین به قول خوشنوده اقربای شوهرش او را به سبب نتوانستن کارهای طعنه میزدند. من گوشی میترسیدم خمیر کردن نمیتونستم نان پختن نمیتونستم دکورا نمیتونستم خیلی چپ میگرفتن مثال که نااهده برام میگفتن خیام خیلی. دولتبک سید معروف ایرادهای اقربای خود را منطقی میداند. خیلی بجوش گفتم یاد بگی چی با نمیگی عیب نیست نگفتم مثال من زن دارم نمیتونم مقصد حرکت که هیچ کار امسوت اتکاز نکن مقصد قفونشی نکن خیلی کلان موندگی مادر ما بخیزه برای گو بشه برای کدام مردی نمی یک چیه گفته شوهرم که مثال یک زنی نشیدی که مادر اومده بگه که خیلی رحمت به پدرت مثال رحمت به پدر مادر همی زند. دولتبک تصدیق میکند که به خوشنوده گفته است همسر نشد تا با او افتخار کند. تا زن نشدی کنش نه مثلا تا زن داری میخوای که برنگ معقول دلی خودت باشه اگه مثلا یک گو صفت مثلا حیوان صفت اگه من تو که دوست دارش میگی. دولتبک سید معروف میگوید میخواهد عائله نو برپا کند. به این سبب به خانه والدان خوشنوده رفته از آنها 10,000 سامانی طلبی جبران نموده است. من زن گرفتم راست که مثلا زنی که نتونست به عوضی مقصد سون مرا تیار کنی قسم خنده ما برام زن بگیرم من مثلا خیلی من یک مثلا وضعیتم خوب نیست حالتی مثلا حالت هستم که کمی مثلا طرف قرض و طرف امکانات زنگیری ندارم. به قول دولتبک والدان خوشنوده به او گفتند که امکانیت مالی ندارند و راضی شدند با نوشتن یک بیانات جهاز عروس را به او ببخشند. دیگه بعد من همیره مثلا خلاصه ما برآوردم دینش و گفتم مایلش بگذار سون مثلا دادن نتونستن خیلی چیزاش بست مثال برای ما شاید یگان ذره مثل سبکی بیاره یگان استانی باشه مثلا دیگه ندانستم کدام راه را انتخاب کنم. روز 21 نوامبر خوشنوده فیضلی جوانزنی 18 ساله بعد از 50 روز خانه‌دارشوی به قصد خودکشی میخواست خود را از طبقه هفتم بینای دانشگاه کلاب پرتاید. او را در حالی که از تریزه آویزان بود معلم همین مؤسسه تعلیمی نجات داد. سبب خودکشی خود را خوشنوده به تنگ آمدن از فشار اقربای شوهر عنوان کرد. دیگه هیچی را فکر نکردم یگان طرف ما فکر نکردم گفتم میرم همین کارا میکنم راست که شوم دبرم نباشه مثال یگان کسی که نباشه که مثال پدرش کم کنه خیلی که نباشه من. دولتبک سید معروف میگوید به قبل فضای منزل زیست هیچ غبار نداشت. برای که مقصد آمدم در خونه آزاد بود رنگی بلبل بود یک کس کارش نمیگرفت حتی باید میگفت هم باید میگفت میفهم از خطت دیونه چی باید میگفتم در خونه یک کلن آداب و مثال چی خیلی داره. بعد در این دوامی که ما با دولتبک صحبت داشتیم باری هم از وضع سلامتی خوشنوده نپرسید. فقط سخن اطراف تلف مال و حالت روحی خود او و اقربایش میرفت. زندگی خوشنوده که این جوان را دوست می‌دارد زیر سایه های خواسته های دیگران به یک چیزی بی‌درجه تبدیل می‌یافت. فکر کنم که با میرم خدا میپردم باید نمیگرفتم.